نظرتون ما به مردها نیاز داریم؟ خانوم ها یعنی منظور؟ آره. قطعا. چرا؟ کلا ذات مرد از زمان خلقت یه ذات، یعنی چیزی که خداوند آفریده و چیزی که من درک کردم از این جهان هستی، یه ذات حمایتگر، تأمین کننده، اینجوری بوده و قطعا خانوم ها در کنار آقایون میتونن به اون جایگاهی که میخوان برسن. البته یه آقا یه مرد، از منظور هر آقا نه منظور جنسیت نه، حالا بخواستم یه حرف چیز دیگه بزنم، جنسیت مرد بودن باید باشه به نظر من. نه. چرا؟ من خودم چه آدم مستقلیم. پس در کل ما به هیچ مردی نیاز نداریم؟ نه. خب بله نیاز داریم قطعا. این دنیا به همون چیزی که هست خوبه و به مردای خیلی خوب و بهتری هم ما نیاز داریم. ما همه آدمیم و مرد و زن یک دسته‌بندی الکیه. ما به مردها نیاز داریم و اگه نیاز داریم چرا؟ آره دیگه، چیز عادی که مثلا میگن زن و مرد مکمل همن، مثلا از لحاظ روحی به هم وابسته که نیستن، مثلا به هم نیاز دارن دیگه. زن ظرافتای خاص خودشو داره، مرد مثلا حمایتگریشو داره. خب یه چیزی مکمل قشنگن کنار هم دیگه. به نظر من اگه خانومی مستقل باشه به مرد نیاز نداره. آها، از لحاظ مالی میگی؟ نه، در کل به نظر من خانومی که مستقله خودش باید بره زن بگیره. عالیه. طبیعتا همینطوره، همونطور که به زنان نیاز داریم به مردها نیاز داریم. میتونم بپرسم چرا؟ چون که طبیعت انسان رو دو تا جنس مخالف پیش میبره. میتونیم بی‌نیاز باشیم، یعنی اینطوری نیست که اگه مردا نباشن نتونیم از پس خودمون بر بیاییم و بمیریم و به نظرم ما بیشتر خودمون رو نیازمند نشون میدیم، چون اگه لازم باشه که یه رابطه‌ای قطع بشه یا اون پسر از چشممون بیفته خیلی خوب میتونیم نشون بدیم که اصلا بهش نیازی نداریم. بیشتر تظاهر به نیاز میکنیم.